تمرین محبت احترام هر چیز داشته باشه باز پیشرفت هم است، ترقی هم است. که محبت نبود، که اتحاد نبود، همدلی نبود، همدیگر پذیری نبود، باز این میده که همدیگر پذیری نداشته باشه. من نفتم وقت نگهدار فرمودم کسی تایم میگه قانونی هشتم مدت بزرگ کنه یعنی باشه چی بود کمک داوران یک داور سرداور هر حکم است که میگه یک کمک داور است که صد برای یک کمک داور یا موجود سر خلوق نمی‌کردش میز یک کمک داور نمی‌کردش دیگه جمله کلش کمک داوران قانون شش هفتم چی بود وقت نگهدار کسی که وقت نگه می‌داره قانون فوتبال کسی 20 ثانیه مفید است 20 دقیقه مفید است توپ در داخل دو ثانیه میگرده که توپ داخل اوت شد ثانیه توقف میشه اون وقت نگهدار وظیفه است که وقت نگه داره قانون هشتم کسی شروع بود وقت بود که چند دقیقه 40 دقیقه ثابت مفید قانون نهمش شروع بود داور سر میزنه که پرچم نه قانون دومی توپ در داخل میدان و خارج از میدان یه توپ من دوم سه شد و در مقابل بعد 8 قانون دیگر بود ما شما می‌بینیم سه پشتر علامه استاد شد پشتر علامه بچه‌ها پشتر علامه استاد شد وسط میشیم یک در میاد یک نفر از دیگه یک نفر از دیگه صحیح پیشرفت است، نظم بود، دیسیپلین بود، ترقی است.
تمرین نظم نبود، اشخندی بود، بازویش بدرد نمیکنه. نه استاد بدرد میکنه، نه شاگرد، نه کلان، نه خود نزدیکی. احترام کو احترام شد. صحیح؟ ما این حرفا برو همزمان برو پشت پشت برو دیگه برو بخیر دیگه هلا برو مشتبه کار کن آفرین حرکت برو برو بخیر جنگ نفرده اینجا دوستان خانش اصول من بزنم ما این داخل حرکت نمینه داخل حرکت نمینه اینجا سر مهمه 4 5 هر زمانی که بازیکن داخل رفت این بازیکن داخل تو بازیکن مکلف باید تجایی بعد تمرین ما 6 نفر تمرین داریم 6 نفر تمرین داریم یک رو معلومات جور شدیم فقط دارم یاد فقط خون بزنیم مستقیم بریم اینجا مکان فقط تمرین همین حرکت برو برو
60 नंबर के लिए 100 नंबर कर दो شما در اون باز نیست از جاش فقط شما 3 نفر چک میشین شما 4 نفر چک میشین مستقیم در موزیکی رو بزنیم مستقیم نرسونش خب این دبور کمک مایل این دبور خب
یا 5 به 5 سیز اگر در جریان تمرین اگر در جریان مسابقه کدام خصومت بینتون بوده باشه کدام لغت در خود خدا باشه دیگه کینه رفت خلاص دور شد بغل کردی سیز بغل شد دیگه تمام چیز از بین رفت دیگه اون زمان نه در دلتون کینه باشه نه دیگه باشه نه دیگه باشه زمان از که تو برای پاس ندادی یک جنجال در بعض مسابقه انداختی تو امور اگر من پاس میدادی این تموم شد یا خلاص شد دیگه بغل کردی خنده کردی کلش خلاص شد در تمرین محبت احترام هر چیز داشته باشه باز پیشرفت هم از طرفی هم است که محبت نبود که اتحاد نبود همدلی نبود همدیگر پذیری نبود باز این میده که همدیگر پذیری نداشته باشین باز پیشرفت نمیده اگر همدیگر پذیری داشته باشین در بغل خودی این ضعیفترین ما قبول داشته باشین این قوی‌ترین ما قبول داشته باشین واقعا پیشرفت نمیده صحیح علم ضعیف ما در بغل بگیرم علم ضعیف ما در بغل ما استوار میشه استفاده میشه صحیح ان شاء الله این فیزیک انفرادی داریم خب در هر تمرین خود ما از خود فیزیکال انفرادی داریم که کما که بازیکن همین اندامش نیست بازیکن رو باشه نه که یک شانه رو بزنه نیست نمیشه که دو طرف باشه صحیح خب دو تا اینی میره قطار دو تا خطر بر استفاده میشیم رو بریم این رقمان استفاده میشیم قدرت فاصله نداشته باشیم این ده خط این رقمان استفاده میشیم این ده خط یک پیشنی طرف آیا جلو آیا جلو خوب لگی آیا جلو تزمین نام خب؟ آیا تزمین نام آیا 20 کیلو تزمین نام فرق اگر تزمین خود در حرکت باشه
جوان سندی برو چاپ 12 13 یک نفر استاد مرسی که کی بود نه استاد بود عارف نظری و استاد مصری یک دو نفر فوتبال خرما نباشد چند چیز مهم یک باید گرفتار دولتی خب یعنی شما ما در استاد قطار شما اسلام منظم کنم گرفتار یک با اجازه استاد خیلی باشه هر کسی که در این جمعه هر کس برای چیزی به یاد بگیره اگر برسیم اینکه یک شما این تمرین کنم اگر خوب بود من این بد بود نه تمرین حتما نتیجه داره حتما نتیجه میگیرین یک چیز یاد میگیرین به این فکر بیاین که یک چیز یاد بگیرین اگر تمرین استاد نتیجه بخش نباشه ما چت گروپ جور می‌کنیم چت گروپ واتساپ جور می‌کنیم هر کس در چت گروپ واتساپ نظر خود گفته میتونه آزادانه پیشنهاد خودمون به استاد گفته میتونه که اینی نظر ما هست اینی روش پیش برم ما اینی کار میتونیم یا اینی رقم میشه به خاطر اینکه پیش برم و خوبتر پیش برم من زمیال میگم کسایی که در این فکر است که ما یک ماه بیایم یا 15 روز بیایم یا یک هفته بیایم سر شو دیگه نه اگه کسی میگه برای چیز یاد میگیره باید بیایم ما در این جگه که استاد تعریف کنیم کسی در این جمعه برای تمرین باید نظم دیسیپلین بسیار زیاد مراعات کنه ما خودم شخصا تلاش میکنم یا زحمت میکشم یا پلانم است که برای کل یک رنگ لباس تهیه کنیم شما مثلا پیسه تایم میدین یا همینجا اکتیس میدین در قبال پیش شما توپ ما میگیریم پیسه استاد میدیم پیسه سالون میدیم پیسه لباس میگیریم کاور میگیریم مانع میگیریم چیزایی که نیاز است من شخصا از این خیلی توقع ندارم که ما از یک منبع درآمد ناچار ولی خواهشاً شما هم بر ما با همراه از ما همکار باشید همراه از ما این تو باشه که مثل فکر کنید که خود شما یعنی تمام میکنه خود شما اگر این همه تمرین کنیم والا امشب اینجا هستیم سبا برشونه نه به هدف کن برسید نه چیز زیاد میگیریم